کردید. بچه‌ها امروز اومدم واسهتون با چه خبری. بچه‌ها خبرمون این هست که شما احتمالاً جعبه کرونا رو دیده باشید که بچه‌ها ممکنه در اون یا انفورو لژندری باشه یا دیار اچ لژندری. شما چطوری میتونید این انفو رو بگیرید؟ شما اول میاید اینجا و وارد این بخش که شدید، آقا اینجا 3 بخش هست. خب شما برید توی جوایز رنگ، اون بالای سمت مستطیل هست، اینو میزنید و بچه اینجا 3 بخش داره. سمت چپی دو کامنت، الیت میشن ریواردز و کانترکت ریواردز. حالا نمیتونم درست ببینمش ولی این 3 بخش هستن. بچه این وسطیه الان همون جعبه کرونا هست و شما چطوری میتونید آقا اینو بگید؟ شما میذارید جعبه سیاهه، وارد اینجا میشید. اگه واسه من الان 4 از 6، اون یکی هم 4 بچه‌ها لژندری مدال یعنی چی؟ یعنی شما در همون سیزن هم رنگ بتلتون و هم رنگ مولتیتون رو لژند کنید. اون مشکی هم که حالا راحت میشه اونا رو گرفت، اونا رو بهتون میگم چطوری بگیرید. و بچه‌ها اینطوری نیست که مثلا بتلتون رو لژند کردید آقا فکر یه دونه لژندری مدال گرفتی، نه، باید بری هم مولتی و هم بتل در همون سیزن. یعنی اون نیست مثلا بری بتل لژند کنی بذاری سیزن بعد مولتی، در همون سیزن باید بگیری لژند کنی. و بچه شما جز 100 لیدر بورد بشه یه دونه بهتون میده اضافه. بچه این یه بخشی هستش، شما میاید حالا داخل اینجا این بخش آقا جوایز رنگ که مثلا سالهای پیش و سیزنهای پیش رو بهتون میده با استفاده از اون کارتایی که حالا دارید. کارتا رو باید برید بازی کنید و جمع کنید و شاید هم یه سری ایونت ها هست که بهتون میده. و بچه الان واسه تون آوردم ایونت ها رو چی هست. ایونت که نیست، جوایز رنگ که سیزن پیشه و اینجا شما میتونید بدون بازی کردن کل جوایزش رو بگیرید ولی بعد اون کارتا رو داشته باشید. بچه اینجا گرفتن گلسیا هست، شما میتونید اینجا اون گلسیا ها رو بگیرید. مرسی که ویدیو تا اینجا دیدید. لایک و سابسکرایب